وضعیت کشاورزی خیلی مطلوب ما نیست. چی امری داری؟ مصاحبه است. قصد کن بهت میگم. آقا پسر من میشناسم این. آجا صدا و سیما میکروفون داره. این اینستاگرام تو رو دردسر میندازه. آقا یه لحظه بابا من خودم میفهمم چیکار دارم میکنم. بیا این بر پسر، بیا این بر بشین. اینستاگرام ها یه خورده غیرتی هم هست. دیگه در دنیا همینه داریم. بله میفهمید در تو کشاورزی. این زمین ها فقط محصول کشاورزی به ما. اینها برای ما ارزش هستن. یعنی از خدا اینا مخبر پخ برن اینا اومدن تو رو بگیرن. تا الان که ما سیاسی حرف نزن. متاسفانه کشاورز آخرین نفری که از محصول دلال میبرن سود میبره. بله دلال ها کل سود زحمت ما رو میبرن. واردات بیروی هم در فصل عرضه کمر ما کشاورزان شکونده و ما رو به گرفتار نظرتون کرد. حاکمیت چیکار میتونه بکنه؟ دست شما در نکنه. حاکمیت دولت همه چیز عالیه. ما تابع قوانین. دست شما در نکنه. بفرما. یا الله یا الله.